سلام دوستان عزیز. دوستان امروز میخوام از خاموشی و بیداری جوجه ها براتون بگم. بعضی از دوستانمون کامنت گذاشته بودن که برامون توضیح بده. باشه چشم، الان بهتون میگم. و یه دوستی هم که برام کامنت گذاشته بود گفت 80 تا جوجه میخوام بیارم داخل یه اتاق نگهداری کنم. ممنون میشم اتاق تا بهم بگی چند متر است که من بهت توضیح بدم که از 80 تا جوجه هم شاید هم بیشتر بتونی بیاری داخلش. و چه داروی بدی و چه دونه روز اول بهشون بدی بهت میگم. ممنون میشم که اگر این ویدیوی منو دیدی برام کامنت بذاری. ما از روز هفتم اینجا خاموشی رو میزنیم نیم ساعت، روز هشتم 1 ساعت میشه، مثلا تا 10 روزه به 3 ساعت میرسونیمش، تا 29 روزه که این 3 ساعت میشه. بعد اگه خوراکشون خوب بود همون 3 ساعت نگاه میداریم، اگر نه خوراکشون کمتر شده بود مثلا این 3 ساعت تا 4 ساعت میکنیم. الان بریم بهتون نشون بدم که الان میبینیم موقع خوابشونه باید خاموشی رو بزنم. ببینیم که الان خاموشی رو میزنیم. دوستان الان 3 ساعتشون تموم شد، موقع بیدار کردنشونه. الان روشنی رو میزنیم. دوستان اگر هر مورد دیگه هم به ذهنتون اومد بپرسید براتون میگم. ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید، ما را حمایت کنید. و اون دوستی هم که کامنت گذاشته بود این ویدیو را دیدی برام کامنت بذار که هر سوال داشتی برات بگم. ممنون از شما.